اول کودکی جان سلام، حالت چطوره؟ من که عالیم. چرا؟ چون قراره یه آموزش فوق‌العاده‌ای رو برای شما ضبط بکنم. یه آموزشی که میدونم اگر با دقت گوش بدی تا انتها و اجراش بکنی، کیفیت رابطه که والد فرزندی شما در حال و آینده تضمین شده است. ببین، موارد مختلفی وجود داره که در کیفیت رابطه والد فرزندی تاثیرگذار میتونه باشه، اما این 4 عاملی که قرار است اینجا به شما بگم جز اون موارد خیلی مهمه. عنوان چیه؟ 4 عاملی که در کیفیت رابطه والد فرزندی حال و آینده تاثیر معجزه آسایی دارند. واقعا تاثیر معجزه آسایی دارند. احتمالا شما هم مثل من یا دیدی یا شنیدی بچه هایی که الان سن و سالی دارن و مثلا 30 سالشونه، 20 سالشونه، 40 سال، 50 سال و اصلا رابطه با کیفیتی با پدر و مادرشون ندارن و متاسفانه بعضیاشون فقط منتظر اینن که پدر و مادرشون فوت بکنن و حالا ماشین بابا، خونه مامان، یه چیزی بهشون ارث برسه. و این نشون دهنده چیه؟ اون رابطه بی کیفیته دیگه. هیچ حس مثبتی انگار نداره. میگه از زودتر بمیر دیگه، بمیر اون ارث و میراثه به ما چیزی برسه بالاخره. و ما نمیخوایم این اتفاق بیفته. میخوایم یه رابطه با کیفیت والد فرزندی بسازیم که هم الان کیفشو ببریم، هم 10 سال بعد، 20 سال بعد، 30 سال بعد، حتی 30 سال بعد هم، 40 سال بعد هم وقتی فرزندمون رو میبینیم هم خودمون لبریز از حال خوب باشیم، هم بچه ما و بچه ما آرزو بکنه که کاش پدر و مادرم بیشتر عمرشون طولانی تر بشه، بیشتر ببینمشون، با هم بیشتر کیف کنیم. نه اینکه کی پدرم میمیره، کی مادرم میمیره، که 2000 تومن به من برسه. بریم سراغ مورد اول، افزایش خشم فرزند نسبت به خود. پدر و مادرها متاسفانه کارهایی انجام میدن که باعث میشن خشم فرزند بره بالا. خشم فرزند نسبت به کی؟ نسبت به خودشون، نسبت به پدر و مادر. بعضی از این موارد رو شما میدونی، شنیدی، بعضی از این موارد رو دقیق نمیدونی، نشنیدی، یاد نگرفتی. من از هر کدوم یه مثال برای شما میزنم. مثلا مثال اول، مقایسه. در مورد مقایسه احتمالاً تا الان خیلی شنیدی که مقایسه چیز بدیه، ما نباید مقایسه بکنیم و از اینجور حرف. اما بازگاهی اوقات ممکنه این کار رو انجام بدی و بچه‌تو مقایسه بکنی. مثلا وقتی نمره مناسبی نیست در درسش، می مقایسه میکنی با خواهرش، با برادرش، با دوستش، با همکلاسیش و این باعث میشه بچه از شما خشمگین بشه. مقایسه باعث افزایش خشم میشه. خب این چه ربطی داره الان به این موضوع صحبت ما؟ ببین، شاید بچه سن و سالش کمه و توانایی اون لحظه مقابله با شما رو نداشته باشه، اینکه بیاد سر شما داد بزنه، اینکه بیاد خشمشو خالی بکنه. خب این بچه این خشمه در وجودش میمونه، بیشتر میشه و مثلا سنش میشه 20 سال، 30 سال، 25 سال و اون خاطرات تلخ در خاطرش هست، واقعا میمونه ها. خیال نکن چون سنش بیشتر میشه فراموش میکنه. شما خودت برگرد به عقب، برگرد به 10 سال پیش، 20 سال پیش، زمانی که مثلا کودک بودی، نوجوان بودی، ببین چقدر از اون خاطرات بد هنوز در خاطر شما هست. بچه هم میمونه و اون زمان در سن 20 سالگی، 30 سالگی مثل یه بمب یهو منفجر میشه. دیگه تواناییشو داره، دیگه زورش میرسه، دیگه نمیترسه از شما. اینو میخواستم بگم، دیگه نمیترسه. یه مثال دیگه هم بزنم. مقایسه رو گفتم، یه مثال دیگه قبل از اینکه اون مثال دیگه رو به شما بگم، راجع به مقایسه یه نکته ریز دیگه هم به شما بگم، میتونه برات جالب باشه. ببین، یک مدل از مقایسه خوبه اگر انجام بشه. چه مدلی؟ وقتی فرزند شما در یک کاری که قبلا نمیتوانست انجام دهد، الان با تمرین، الان با استمرار، برنامه ریزی، تلاش تونسته انجامش بده. اگر همچین مقایسه انجام بدی هیچ ایراد نداره، عالی هم هست.
مثلا بچه شما الان یه پروژه‌ای داره، حالا هر کاری هستن میخواد انجام بده، یه بار دو بار سه بار تست کرده نتونسته، میخوای بهش یه امید بدی، میخوای یه انرژی بخشی بکنی. مثلا بچه شما 2 سال پیش دوچرخه سواری رو خوب بلد نبود، بارها زمین خورد ولی باز تلاش کرد، به تلاشش ادامه داد و در نهایت تونست. شاید از اون روزها فیلم و عکسی هم داشته باشی، بیا اون روزها رو براش مرور کن. اگر فیلم و عکسی وجود داره نشون بده. چی بگی؟ کلیتش اینها رو باید بگی که تو یه زمانی دوچرخه سواری تو نمیتونستی انجام بدی. یادت میاد که شروع میکنی به تعریف کردن یه خاطره هایی. حالا بعدش ولی تمرین کردی، استمرار داشتی. من یادمه چه روزهایی که تو زمین میخوردی، اذیت میشدی، پا درد میگرفت، دست درد میگرفت، اما باز بلند میشدی و ادامه میدادی تمرین میکردی. در نهایت چی شد؟ ببین الان چقدر راحت میتونی دوچرخه سواری بکنی. در نهایت یاد گرفتی، در نهایت شد. یه کاری که قبلا نمیتونست انجام بده ولی الان میتونه. الانشو مقایسه میکنی با قبل. چرا؟ که بچه انرژیش بیاد بالا، حس و حالش بهتر بشه، بگه آها من همون آدمم که تونستم. و حالا این کاری که الان میخواست انجام بده و یه خورده در انجامش ناامید شده بود چون چند بار انجام داده نشد، که الان انگیزه بیشتر بشه این کارو استارت بزنه، دوباره تلاش بکنه. این نکته که گفتم در زمینه اعتماد به نفس و عزت نفس هم یکی از اون نکات خیلی خوب بود که در این فایل تقدیم شما کردم. اینو نگفتم امروز. یک مورد دیگه مونده بود. تا الان داشتم در مورد مقایسه صحبت می‌کردم. یه مثال دیگه هم قرار بود بزنم که گفتم یه مثال میخوام بزنم که احتمالا شما نشنیدی. بچه‌ها تقریبا تا 8 سالگی اگر براشون کادو بخری و برای مثلا خواهرش یا برادرش هم کادو بخری، بچه‌ها تعداد براشون مهمه نه کیفیت. یه مثال دقیق تر برای شما میزنم. این نکته که دارم میگم برای اون خانواده هایی کاربرد داره که چند فرزند دارن، بیش از یک فرزند دارن. این نکته کاربرد بیشتری داره. فرزند شما 2 فرزند داری. بچه اول مثلا 6 سال 7 سال، بچه دوم مثلا 3 سال 4 سال. برای بچه اول یه دونه از این ماشین خوشگلا میخری که سوارش بشه و تو حیاط بیرون یه سفری میرین همراه خودتون ببرید با اون ماشین کیف بکنه. میلیون ها تومان هم هزینه کردی اون ماشین رو براش تهیه کردی به سختی. برای خواهر کوچیک، خواهر 3 ساله، مثلا رفتی 2 تا 3 تا 4 تا اسباب بازی کوچیک خریدی. اون ماشین رو چقدر خریدی؟ مثلا 50 میلیون. برای خواهر کوچیک جمعاً اون 4 تا اسباب بازی چقدر شد؟ مثلا 4 میلیون، 3 میلیون، 5 میلیون. برای برادر 6 ساله 7 ساله 10 برابر شاید هم بیشتر هزینه کردی در مقایسه با خواهر کوچیک‌تر، اما باز ممکنه برادر بزرگتر بگه که برای خواهرم 4 تا اسباب بازی خریدی، برای من 1 خریدی. تعداد براش ملاکه. نمیاد بگه که این قیمتش خب خیلی گرونتره. معمولا تا 8 سالگی همچین اتفاقی رخ میده. چرا اینو گفتم؟ که حواست باشه اگر چند فرزند داری که کمتر از 8 سالشونه، اگر میخوای براشون کادو بخرید تعداد رو دقت بکنی. نگو که حالا یه گرونتر رو برای بزرگتره میخرم، برای کوچیکتره چند تا ارزونتر میخرم. این باعث میشه که بچه از شما خشم پیدا بکنه. وقتی خشم پیدا بکنه شاید اون لحظه مثلا براش یه توضیحی بدی، یه خورده آروم بشه یا چیز خاصی نگه، اما یه جایی این خشمش رو احتمالاً بروز میده. نمیگم 10 سال بعد 20 سال بعد، نه، اصلا همون روزها یه جوری بروز میده. از خواهرش خشمگینه که چرا چند تا هدیه از من بیشتر گرفته و ممکنه یه جا خواهرش رو اذیت بکنه. ممکنه حتی چون از شما هم خشم داره یه جا نافرمانی بکنه. یه حرفی که قبلا گوش میداده، یه کاری که قبلا انجام میداده از عمد نخواد انجام بده. چرا؟ چون خشم داره. چرا؟ چون احساس میکنه فرق گذاشتی. حواست به این نکته مهمم باشه. بریم سراغ نکته بعدی. عامل دوم،
با فرزندت وقت با کیفیت بذار. با فرزند وقت با کیفیت نداشتن خیلی داره آسیب میزنه. مادر میگه که من از صبح تا شب دارم برای این بچه وقت میذارم، باز این بچه رفتاری نامطلوبش خیلی زیاده، باز این بچه اصلا حرف شنوی نداره، باز این بچه اصلا همراهی نداره، اصلا انگار نه انگار. این کار اشتباهه. چرا میگم اشتباهه؟ اون مادری که زحمت میکشه صبح تا شب برای بچه داره وقت میذاره، میگه مثلا فقط در روز دارم 3-4 ساعت باش بازی میکنم فقط، این مادر اصلا وقت نداره به خودش برسه. خب یه خورده به خودش اهمیت بده. بنابراین معمولا در بسیاری از اوقات گرفته است، پر انرژی نیست. این روش اشتباهیه. والدین آگاه چیکار میکنن؟ یه زمانی رو برای خودشون هم در نظر میگیرن. حالا بچه رو به یک آدم امن میسپرن برای مثلا 1 ساعت 2 ساعت که مادر به خودش برسه، شارژ بشه. حالا این وقت با کیفیتی یعنی چی؟ یعنی چجوری وقت با کیفیت بزنم با بچه‌م؟ شما به جای اینکه ساعت‌ها در روز با بچه‌ت بازی بکنی و اونطور که باید هم در خاطرش نمونه و اونطور که باید هم لذت نبره، بیا در روز نیم ساعت با کیفیت باش بازی بکن. حالا در روز بازم اگر خواستی مثلا مدت‌های کوتاهی با بچه بازی بکنی، اوکی، اون کارا رو هم می‌خوای انجام بدی انجام بده، اما نیم ساعت رو با کیفیت بازی بکن که اگر دیگه هم نتونستی در اون روز باش بازی بکنی ایرادی نداره. این نیم ساعت با کیفیت ها رو باش بازی بکن، کافیه. اون تاثیر معجزه‌آسا رو می‌بینی. خب حالا این نیم ساعت با کیفیت یعنی چی؟ ببین نکات مختلفی داره، یکی دو سه تاشو اینجا سعی می‌کنم به شما بگم. مورد اول، وقت با کیفیت وقتیه که درش هی بکن نکن نیست. شرایط شما باید فراهم بکنی که بچه بتونه راحت بازی بکنه. در اون زمانی که بچه قراره مثلا نیم ساعت با بچه بازی بکنی، شرایط کاملا فراهم کن که نیاز نباشه هی بهش امر و نهی بکنی. خب مثلا بچه شما دوست داره که گل بازی بکنه، آره، یه شرایط فراهم بکن که اون بازی که واقعا دوست داره رو بتونه انجام بده. عاشق گل بازی، شرایط فراهم کن. عاشق آب بازی، شرایط فراهم کن. در یه محیطی، در یه جایی که بتونه انجام بده. کجا گل بازی بکنه؟ شاید مثلا در حمام بتونی یه نایلون رو پهن بکنی و اونجا شرایطی رو فراهم بکنی که بتونه بازی بکنه. یه خورده فکر بکن، میتونی یه راه حلی پیدا بکنی. پس بکن نکن رو در این زمان حذف کن. 2، اون بازی که خیلی دوست داره چیه؟ شرایط فراهم بکن که اون بازی که خودش خیلی دوست داره رو انجام بده، نه اون بازی که شما دوست داری. یه مورد دیگه هم به شما بگم. غیر از این 2 موردی که به شما گفتم، موارد زیاد دیگه هم هستن، اما یه مورد دیگه هم بخوام به شما هدیه بکنم اینه که سعی بکن در اون زمانی که داری با بچت این وقت با کیفیت میگذرونی، یه جوری مثلا بچه شما باشه رئیس، شما باشی زیر دست بچه مثلا. خب یه جوری بذار مثلا ارباب رعیتی میگن، بچه اینجا اربابه. بچه اون در اون نیم ساعت به شما دستور میده. بچه میگه که توی اون بازی چه نقشی داشته باشی. شما دیگه زیاد تو فاز پیشنهاد دادن اینا نرو. پیشنهاد بچه است. نظر بچه است. یه جای نیاز شد راهنماییش بکنی میتونی انجام بدی ها، اما باز ببین بچه چی میخواد، بچه چی میگه. یه ساعتی هم اون نزدیکا میتونین بذارین، ساعتی که عقربه دار باشه و به بچه بگو که الان عقربه اینجاست، بره اینجا، بازیمو تموم میشه. اوایل ممکنه بچه پافشاری بکنه وقتی بازی تموم شد، دلش بخواد که ادامه داشته باشه، ولی بازی تموم میشه در همون ساعتی که بهش قول دادی. نکات زیاد دیگه هم هست، فعلا در این فایل به این چند نکته بسنده میکنم. خیلی مهمه ها، حواست باشه، خیلی مهمه. من هر جا که بتونم این نکته رو توضیح میدم، توی دوره‌های مختلفم، توی کتاب مقدماتی 4 راه فرزندپروری این
این رو توضیح دادم با نکات بیشتر توی دوره مقدماتی تا پیشرفته لجبازی و پرخاشگری کودکان که کلی نکته گفتم فقط در مورد همین، کلی نکته گفتم. اینجا شاید مثلا 10% رو به شما گفتم. نکته بعدی، قبل از اینکه نکته بعدی رو بگم یه چیز دیگه بگم. ببین این مورد رو، این نکته که الان به شما گفتم و شما یه ماه اجرا بکن، واقعا معجزه‌شو می‌بینی. واقعا می‌بینی که چقدر همراهی بچه بیشتر میشه. واقعا می‌بینی که انگار چقدر علاقه بچه به شما بیشتر میشه. خیلی‌ها که در همون هفته اول نتیجه می‌بینن. ولی شما من میگم حداقل یه ماه اجرا کن. می‌خوام خیلی خودم راحت بشه که حتما نتیجه می‌گیری. مورد بعدی، نابود کردن عزت نفس و اعتماد به نفس فرزند. ما از کسی که بهمون احساس بد بده، احساس کم ارزشی، احساس بی‌عرضه بودن، در کل احساس بد بده متنفر میشیم. ازش فاصله میگیریم، ازش دور میشیم. چرا؟ چون به ما احساس بد داده. ما دوست نداریم از کسی احساس بد دریافت بکنیم. وقتی بچه یه کاری رو بد انجام میده، اشتباه انجام میده، نادرست انجام میده و بهش میگی که تو بی‌عرضه هستی، چقدر تو بی‌عرضی، تو چقدر خنگی آخه. شاید هم این واژه ها رو به کار نبری ها، اما طوری رفتار میکنی، زبان بدنت، لحنت یه جوریه که بچه همچین احساسی داره. مثلا بهش میگی که هنوز نتونستی انجام بدی. خب یعنی چی؟ یعنی همون خنگی دیگه، یعنی همون بی‌عرضه‌ای دیگه. کسی که به ما حس بد میده، باعث میشه احساسمون نسبت به خودمون بد بشه، ما از اون شخص فاصله دیگه اونطور که باید حس خوب به اون شخص نداریم. پس چیکار باید بکنم؟ تا میتونی تلاش بکن که بچه حس خوب از شما بگیره. تحسینش بکن به درستی. تحسینش بکن. بعضیا تحسین رو با تشویقای مادی اونا اشتباه میگیرن. نه، منظورم تحسین کلامیه. تحسین کلامیه. حرف از تشویق مادی الان نزدم، گفتم تحسین. حالا تشویق، نه اینکه تشویق مادی هم بد باشه، منظورم این نیست. الان بحثم در مورد تشویق مادی نیست. میخوای روی عزت نفس فرزند، روی اعتماد به نفس فرزند تاثیر مثبت بذاری، با تحسینم به شکل عالی میتونی این کار رو انجام بدی. بریم سراغ مورد بعدی، همدلی. همدلی رو احتمالاً شنیدی ولی احتمالاً زیاد دل ندادی به این مطلب. احتمالاً زیاد عمیق نشده که همدلی چیه و چقدر میتونه تاثیر داشته باشه در افزایش کیفیت رابطه والد فرزند. بچه‌ای که آموزش لازم رو در زمینه همدلی دیده باشه، بچه‌ای میشه که متوجه احساس دیگران میشه، یا یه جور دیگه بگم دیگران رو خیلی بهتر درک میکنه. و بچه‌ای که مثلا بتونه دوستش رو درک بکنه، متوجه احساس دیگران باشه، بتونه مادرش و پدرش رو درک بکنه، تلاش میکنه تا جایی که ممکن هست واسه حال بد دیگران نشه. دیگران رو مثلا مسخره نکنه، کتک نزنه، اسباب بازی خواهرش رو به زور نگیره. چرا؟ چون متوجه احساسشون هست. مادرش رو کلافه نکنه. چرا؟ چون متوجه احساس مادرش هست. همدلی هم یکی از مواردی هست که نکات زیادی داره، اما اینجا یکی از اون نکات ریزیش رو میخوام به شما بگم که میتونه برای شما جالب باشه. تمرکز اصلی این فایل، همونطور که به نظرم متوجه شدید، در مورد کودکانه. یعنی اکثریت نکاتی که من در این فایل دارم میگم برای کودکان کاربرد داره. وقتی حرف از کودک میزنیم منظور ما تا پایان 11 سالگی هست. شاید بعضی از این نکاتی که در این فایل میگم برای نوجوانم کاربرد داشته باشه، اما اکثریت برای کودک. الان نکته‌ای هم که در مورد همدلی میخوام بگم بازم برای کودکان دارم میگم. مثلا شما یه بچه که 5 ساله داره کارتون میبینه و مثلا آقا موشه در اون کارتون از مثلا آقای خرگوش ناراحت میشه به خاطر یه اتفاق. اونجا به بچه‌ت میگی که ازش میتونی سوال بپرسی، یا میتونی صبر کنی برنامه‌اش تموم بشه. آره این بهتره که وسط دیدن شاید نتونه به شما دل بده، به شما تمرکز کنه رو حرف شما. میتونی صبر کنی حرفش تموم بشه، کارتون تموم بشه، بعد ازش بپرسی که آقا موشه توی این کارتون ناراحت شده بود اونجا که همچین اتفاقی رخ داده بود. بچه شما میگه که آره، یا یه کار دیگه میتونی انجام بدی، حتی بهتر از این چیزی که الان گفتم. ازش بخوای که احساس خودش بگه. اما خب این کارو باید زمانی انجام بدی که بچه شما متوجه احساس هست، یعنی احساساتو از قبل یاد گرفته. آقا موشه توی اون قسمت از اون کارتون
به نظر چه احساسی داشت؟ مثلا میگه که غمگین شده بود، ناراحت شده. اگر مثلا آقای خرگوش اگر چه رفتاری چه کاری انجام نمیداد آقا موشه ناراحت نمیشد. میگه اگر مثلا اون تو سرش داد نمیزد خب ناراحت نمیشد دیگه. ببین قرار نیست سوالات خیلی پیچیده بپرسی یا قرار نیست سوالات کنکور براش طراحی بکنی. یه سوالاتی که بتونه جواب بده، یه سوالاتی که بچه رو عمیق کنیم در مورد احساسات. بچه متوجه باشه، متوجه احساسات بشه. هدف از این مثالی که زدم چی بود؟ بچه به احساسات دیگران توجه بیشتری بکنه. این یه مثال بود در مورد کارتونی که دید. حالا شاید مثلا توی مهمونی دو تا بچه با هم دعوا بیفتن، بعد بچه شما اون صحنه رو دیده، حالا در مورد اون صحنه با بچه‌ت صحبت می‌کنی. به نظر اون بچه که کتک خورد چه حسی داشت؟ کلی نکات مختلف دیگه ای هست. فعلا نمیخوام این فایل خیلی طولانی بشه. این 4 نکته که به شما گفتم رو سعی بکن که اجرا بکن. واقعا تاثیر معجزه آساش رو خواهی دید. بریم سراغ یه پیشنهاد فوق‌العاده. من یه دوره‌ای دارم به نام دوره آموزشی لجبازی پرخاشگری کودکان. تمرکز اصلی این دوره از تولد هست تا 12 سالگی و سطح این دوره هم از مقدماتی هست تا پیشرفته. این دوره در مورد چه چیزایی هست؟ در مورد سبک‌های فرزندپروری، در مورد کاهش چشمگیر پرخاشگری والدین خود آروم‌تر باشن، به خودشون تسلط داشته باشن، در مورد تقویت رابطه با فرزند، در مورد گفتگوی مؤثر، در مورد دستورپذیری فرزند، در مورد همون حرف شنوی فرزند منظورم، در مورد مهارت همدلی فرزند و والد. کلی نکته، کلی مثال به صورت پله‌ای قدم به قدم به شما آموزش میدم. ایجاد و تقویت رفتار و عادات مثبت در فرزند، کاهش رفتار و عادات منفی فرزند، کودک پرخاشگر، بهبود رابطه همشیره‌ها، یعنی مثلا خواهر با خواهر، خواهر و برادر، اینطوریا. کودکان بدغذا، در مورد دروغ گفتن، فحش دادن، قانونگذاری، تشویق، تنبیه و مواردی از این قبیل صحبت میکنم در این دوره. بیش از 10 ساعت و حداقل این دوره برابری میکنه با 25 جلسه مشاوره کاربردی. قیمتی که برای این دوره ما در نظر گرفتیم یه قیمت فوق العاده است. حالا به شما در ادامه میگم. یعنی شما تقریبا با هزینه 2 جلسه مشاوره این دوره رو میتونید تهیه بکنید و حتی کمتر. یه چند تا نظرم بخونیم. این نظراتی هستن که توی اینستاگرام یا توی تلگرام برای ما ارسال کردن و ما اینجا برای شما قرار دادیم. عزیزی فرموده که هر کسی تهیه نکنه پشیمون میشه. واقعا عالی. من همکده زنگ زدم، هزینه جلسه داشت بالای 1 میلیون 700 البته این نظر فکر کنم برای سال 401 بود اگر اشتباه نکنم، یا 402 بود که اونم تلفنی. این فایل ها رو میشه بشینی بارها ببینی، آموزش ببینی. واقعا بارها میتونی ببینی، مرور بکنی و هر باری که فایل های این دوره رو شما گوش میدی انگار یه سری نکات رو قبلا نشنیده بودی، الان داری برای بار مثلا سوم گوش میدی، میبینی که این نکته رو چرا دفعات قبل که گوش دادم نشنیدم. همون فایل جدید نه، همون فایل. گفته که بعد از دیدن جلسه 4 دوره پرخاشگری میخوام بگم پول دوره نوش جونتون و نوش جونتون. واقعا اگر دوره تا همینجا هم بود میشه جونتون. واقعا دورتون مفته. به خدا ممنون که قیمت دوره رو انقدر مناسب گذاشتید. این پول دوره نوش جونتون که میگید رو من خیلی دوست دارم، انقدر کیف میکنم. خدا خیرتون بده. فرمودن که من میخواستم تشکر کنم از اول کودک بابت پکیج لجبازی. تا جلسه 6 گوش کردم. دوره لجبازی رو عالی بوده. بزرگترین حسنش اینه که تمام نکات رو با مثال توضیح میدن و اینکه به زبان کاملا ساده و قابل فهم که خیلی برام جالب هست. فقط ناراحت اینم که چرا زودتر از این پکیج رو تهیه نکردم. واقعا بعد از تهیه این دوره یکی از چیزایی که شما میگی اینه ای کاش من این دوره رو زودتر تهیه میکردم. شاید الان انتخاب‌هایی انجام دادی که بعدش راضی نبودی و الان که میخوای مثلا به این دوره تهیه کنی هی به خود میگی نکنه مناسب من نباشه، یعنی من راضی هستم. یه خبر خوبم همین الان به شما بگم.
این دوره گارانتی بازگشت وجه تا 180 روز بعد از خرید داره. یعنی به هر علتی تا 180 روز بعد از خرید از دوره ناراضی باشی میتونی از گارانتی استفاده کنی و کل مبلغ رو دریافت بکنی. بعد تازه هزینه این دوره انقدر نیست که شما بخوای نگران بشی بابت پولی که داری پرداخت میکنی، اما برای اینکه خیلی شما راحت بشه این گارانتی واقعی رو هم برای شما قرار دادیم. بعضی از عزیزان مدرسین گارانتی میذارن و شما وقتی از دوره ناراضی هستی بخوای بری دریافت بکنی میگن که خب اجرا کردی، از کجا معلوم اجرا کرده باشی، این کارو کردی اون کارو کردی، هزار تا بهونه میارن اذیتت میکنن که مبلغ رو به شما بازگشت ندن. اما این گارانتی واقعیه و بی قید و شرطه. اصلا شما نیاز نیست که علت به ما بگی، فقط بگو من ناراضی بودم، تمام. فرمودن که من توی کلاس‌های زیادی شرکت کردم و روال کار روانشناسانی که میشناسم به این صورت بود که مبلغ رو به عنوان هزینه کلاس دریافت می‌کردم و مدت زمان کلاس کلاً بین 1 تا 3 جلسه و هر جلسه بین 1 تا 2 ساعت بود. خداییش دوره‌ای به کاملی دوره شما ندیدم، با وجود اینکه فقط 4 جلسه رو موفق شدم گوش بدم، ولی عالی بوده و مبلغی که بابت کلاس متقبل شدیم حلالتون باشه. به تنها براتون آرزو می‌کنم. خیلی ممنونم بابت گذاشتن این چنین دوره‌ای. حال خوب رو می‌بینی چقدر حالشون خوبه. مطمئنم شما بعد از تهیه و اجرای دوره همینقدر حالت خوب خواهد. بابت هزینه‌ای که انجام دادی. ایشون فرمودن که این دوره علاوه بر اطلاعات بسیار مفیدی که داره یه جورایی معنویتش بچه رو شفا میده. من از وقتی این دوره رو تهیه کردم بچه 2 سالم به طرز عجیبی خوب و آروم و سازگار شده. نمیدونم شاید خودم اصلاح کردم که اونم اصلاح شده. هر چیه برای ما معجزه کرده و قیمتی که داشت حلالتون و بازم این واژه حلالتون که من خب بریم سراغ روش تهیهش رو به شما میگم. من در مورد قیمت این دوره، از اونجایی که ممکنه قیمت این دوره در زمانهای مختلف در سالهای مختلف تغییر بکنه و شاید این ویدیو چند سال در یوتیوب بمونه، به خاطر همین قیمتش رو من اینجا اعلام نمی‌کنم. قیمتش رو در توضیحات پایین این ویدیو برای شما می‌نویسم، میتونی بخونی و دقیقاً از قیمت و جزئیات این دوره با خبر بشی. خب حالا اگر دوست داری که این دوره رو تهیه بکنی یا سوالی داری در مورد این دوره، نمیدونی این دوره اصلا مناسبت هست یا نیست، از این روشا که میگم میتونی اقدام بکنی و با پشتیبان ابرکودک در ارتباط باشی. روش اول پشتیبانی تلگرامه که من این رو به شما توصیه میکنم از این روش اقدام بکنی، خیلی بهتره. پشتیبان آندرلاین ابرکودک، خط تیره کوچیکو نذاری یا آندرلاینه. روش بعدی پشتیبانی اینستاگرام ابرکودک، دوباره ابرکودک آندرلاین ساپورت. پیج اصلی هم براتون گذاشتم ولی به پیج اصلی پیام ندید چون دایرکت پیج اصلی پاسخ داده نمیشه. یا پیج ساپورت یا پشتیبانی تلگرام، اینم نام کاربریه که از طریق این نام ها میتونی پیام بدی به حالا یا تلگرام یا پشتیبانی اینستاگرام. اگر سوالی داری یا میخوای تهیه بکنی شما رو راهنمایی میکنن حتما. بهترین ها رو برات آرزو میکنم. تمام تلاشم رو میکنم که ویدیوهای مشابه این ویدیو و حتی بهتر رو برای شما ضبط بکنم. اولین ویدیو بلندی هست که من در یوتیوب دارم قرار میدم. اگر دوست داری که این ویدیوهای بلند ادامه دار بشه، اگر ایده‌ای داری، نظری داری، حتما برای من بنویس که بخونم و بتونم ویدیوهای بعدی رو بهتر و نزدیکتر به سلیقه شما آماده بکنم. بهترین ها رو برای شما آرزو میکنم. شاد باشی و خدا نگهدار.